تصور کن دو نفر پیش از 40 سال است که با هم قهر هستند. نه فقط قهر یادی بلکه قهری که با تحریم، تهدید و بی‌اعتمادی عمیق همراه است. حالا هر چند سال یک بار این دو نفر پشت یک میز می نشینند و می گویند بیا با هم گفتگو کنیم. اما تقریبا همیشه نتیجه یکی می باشه، بنبست. سوال اصلی اینجاست که چرا مذاکرات ایران و آمریکا با وجود دهها دور گفتگوی میانجیگری بین کشورهای مختلف و حتی امضای توافق باز هم به شکست می انجامد؟ آیا مشکل فقط سیاستمداران است یا ریشه این بنبست خیلی عمیق‌تر از چند جلسه مذاکره است؟ همه این کارا هم کردن، به نتیجه نرسیدن، واقعا در همه شکست خوردن، مجبور شدن برگردن دوباره میز مذاکره. اینم معلوم نیست. البته ما نه با ایشون اعتماد داریم، احتمال فریب و احتمال فریبکاری حتما میدیم. سلام و درود خدمت شما دوستای عزیز، انشالله که جور صحت سلامت باشین. شما را باز هم خوش آمدید میگم به یک ویدیوی جدید دیگه از این چینل. بخش اول، ریشه تاریخی بی‌اعتمادی دقیقاً در کجاست؟ برای فهم امروز باید به گذشته برگردیم. روابط ایران و آمریکا قبل از انقلاب 1357 کاملا متفاوت بود. آمریکا یکی از نزدیکترین متحدان حکومت شاه در ایران بود، اما انقلاب اسلامی همه چیز را تغییر داد. تسخیر سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری دیپلمات ها در ذهن آمریکایی ها یک زخم عمیق ایجاد کرد و از آن طرف ایرانی ها آمریکا را نماد دخالت، کودتا و سلطه می دانستند. از همان زمان بی‌اعتمادی کامل شکل گرفت، بی‌اعتمادی که نه با گذشت زمان کم شد نه با تغییر نسل ها. وقتی دو طرف از اساس همدیگر را دشمن تعریف می کنند، مذاکره دیگر یک گفتگوی عادی نیست بلکه یک میدان جنگ دیپلماتیک می شود. بخش دوم، تفاوت نگاه به مذاکره. یکی از دلایل اصلی این بنبست این است که ایران و آمریکا تعریف یکسانی از مذاکره ندارند. برای آمریکا مذاکره یعنی فشار حداکثری، امتیازگیری، اول تحریم بعد گفتگو. اما برای ایران مذاکره یعنی احترام متقابل، لغو واقعی تحریم ها، اول اعتماد سازی بعد تحریم. اینجا مشکل ایجاد میشه که هر دو طرف فکر میکنه طرف مقابل باید اول عقب نشینی کنه. نتیجه هیچ کس قدم اول را بر نمیداره. بخش سوم، سیاست داخلی آمریکا چه قسم است؟ یکی از بزرگترین مشکلات مذاکرات با آمریکا این است که سیاست آمریکا ثبات پایداری ندارد. مثال واضح آن توافق برجام همین چند سال پیش بود. ایران و آمریکا مذاکره کردند، توافق امضا شد، جهان هم یک نفس راحت کشید. اما با آمدن یک رئیس جمهور جدید مثل ترامپ در آمریکا همه چیز به سادگی لغو شد. از دید ایران این یعنی چی؟ یعنی حتی اگر امروز توافق کنی هیچ تضمینی نیست که فردا پا بر جا خواهد ماند. برای همین ایران میگوید چطور به کشور اعتماد کنم که امضایش تضمین و واقعی نیست. بخش چهارم، سیاست داخلی ایران چگونه است؟ در طرف مقابل ایران هم مشکلات خاص خودش را دارد. در داخل ایران دیدگاه ها درباره آمریکا یکسان نیست. برخی مذاکره را راه نجات اقتصاد می دانند و برخی دیگر آن را خطر برای استقلال و یا آزادی کشور می بینند. این اختلاف داخلی باعث میشه که هیچ تیم مذاکره کننده دست کاملا باز نداشته باشه. یعنی هر امتیازی که داده می شود اول در داخل کشور زیر ضربین میره و نقد میشه. پس مذاکره کننده ایرانی همیشه نگران این است که اگر کوتاه بیایم در داخل متهم و یا گناهکار حساب میشم. بخش پنجم، نقش تحریم ها در اینجا چیست؟ تحریم ها هم ابزار فشارند هم مانع مذاکره. امریکا فکر میکنه تحریم ایران را مجبور به امتیاز دادن میکنه، اما تجربه نشان داده که تحریم ها بیشتر باعث مقاومت آنها شده. از طرف دیگر ایران میگوید تا وقت تحریم است مذاکره واقعی معنا ندارد. اینجا یک دور باطل شکل میگیرد. تحریم مساوی میشه به اعتمادی، بنبست و تحریم بیشتر. بخش ششم، بازیگران منطقه‌ای که ها هستند و چگونه این رول را بازی میکنند. مذاکرات فقط بین ایران و آمریکا نیست، کشورهای منطقه هم تاثیر مستقیم بر این بازی دارند. اسرائیل و کشورهای عربی و برخی کشورهای دیگر نگران نزدیکی ایران و آمریکا است.
هر باری که مذاکرات جدی میشه فشارهای منطقه‌ای هم افزایش پیدا میکند. این فشارها فضای اعتماد را بین دو کشوری که مذاکره میکند تنگتر و تنگتر میکند. بخش هفتم، چرا بنبست واقعا ادامه دارد؟ اگر همه چیز خلاصه کنیم بنبست به این دلایل ادامه دارد: بی‌اعتمادی تاریخی، تفاوت تعریف از مذاکره، سیاست ناپایدار امریکا، فشارهای داخلی ایران، همچنین تحریم‌های فلج کننده و دخالت بازیگران منطقه‌ای. با این شرایط مذاکره بیشتر شبیه مدیریت بحران است، نه حل آن. پس آیا امید هست؟ واقعیت این است که نه ایران میتواند امریکا را نادیده بگیرد و نه هم امریکا میتواند ایران را از صحنه حذف کند. اما تا زمانی که اعتماد جایگزین تهدید نشود و توافق جایگزین فشار نگردد، این بنبست ادامه خواهد داشت. مذاکرات ایران و امریکا شاید متوقف شود، شاید دوباره شروع شود، اما تا تغییر نگاه ها نتیجهش احتمالاً همان خواهد بود: بنبست. تشکر از شما دوستای عزیز که تا حال مرا همراهی کردین. اگر از این گونه ویدیوها خوشتان میآید لطفاً چینل را سابسکرایب کنید و همچنین لایک و کامنت فراموش نشه. تشکر از شما.